خب همون جوری که در تصویر مشاهده میکنید کسر میزان این خط ملودی ما 4/4 هستش و در سرکلید 2 تا بمول داریم که نوت‌های سی و می هستن که باید توی قطعه بمول اجرا بشه. و بعد نکته‌ای که هست توی میزان 6 هستش که یک نقطه بالا سر نوت اومده که توضیح دادم، یعنی استکاتو باید اجرا بشن، یعنی مقطع باید اجرا بشن. بریم اجرا رو با هم دیگه ببینیم. خب بریم سراغ اجرای دست راست با مترونوم. حواستون باشه تو میزانهایی که مثل میزان اول نگاه کنید بین 2 تا سل خط اتحاد اومده، سل آخر اجرا نمیشه و فقط زمانش به سل قبلیش اضافه میشه. خب تو میزانهای 4/4 چجوری میشمردیم؟ میگفتیم 1 و 2 و 3 و 4 و رو مترونوم بشنویم 1 و 2 و 3 و 4 و بریم ببینیم اجرا رو. 1 و 2 و 3 و 4 و همون جوری که دیدید من با همون شماره انگشت هایی که بالای نوت نوشتم زدم. خب دست چپمون با کلید فا هست، کلید فای خط 4 که خط 4 رو فا میکنه و 3 میزان اول دست چپمون عین همه و میزانهای بعدی متفاوت میشه. در میزان 1 مونده به آخر علامت استکاتو رو در دست چپ هم داریم و بریم با هم دیگه با مترونوم بزنیم که همه دست چپامون هم چنگه، یه جا سفید داریم که همه رو به همون مدت زمانی که معلوم هست نگه میداریم. 1 و 2 و 3 و 4 و شماره انگشت های دست چپ هم که کاملا مشخصه. خب بریم 2 دست رو با مترونوم بشنویم. 1 و 2 و 3 و 4 و